درود به همگی، من مهدی هستم و به این ویدیوی جدید از کانالمون خیلی خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم با هم دیگه بریم و نحوه نصب و کارکرد ایدیلی رو روی سیستم ببینیم. فقط خواهشاً اگر ویدیو رو پسندیدید لایک و سابسکرایب رو از یاد نبرید و همچنین خوشحال میشم اگر دیدگاه خودتون در قسمت کامنت ها بیان بفرمایید. اول از هر چیز باید بگم ایدیلی چی هستش. ایدیلی اون محیطیه که شما میتونید کدهای پایتون روش بنویسید و ازشون اجرا بگیرید و نحوه عملکرد کدها رو ببینید، دیباگ انجام بدید و یعنی کارهای مرتبط با پایتون میتونید رو محیط انجام بدید. در اصل هر زبان برنامه‌نویسی برای خودش یک چنین محیطی رو داره که برای پایتون IDLE هستش، یعنی محیطی که فقط شما میتونید کدهای پایتون اونجا اجرا بکنید. حالا برای نصبش باید چی کار بکنیم؟ کافیه گوگل کروم خودتون رو باز کنید و در این بخش عبارت python.org رو تایپ بکنید تا وارد سایت بشید. خب وارد سایت پایتون میشیم، یکم بیاید پایینتر. خب مثلا use python for web development، یعنی موارد استفاده پایتون اینجا گذاشته که دسترسی به کتابخونه‌ها، فریمورک های پایتون دارید اینجا. مثلا تو بحث طراحی وب یکی از معروف‌تریناش دیجنگو هست که اینجا میتونید ببینیدش، یا کلی چیزای دیگه. ولی میایم اینجا مثلا بخش آخرین اخبار رو برای شما آورده، یعنی مثلا چه سیستمایی، یعنی مثلا چه آپدیت هایی دادن، چی کار کردن. مثلا اینجا گفته، یعنی تو تاریخ 24/8/2023 میلادی مثلا گفته که پایتون 3.11.5 اینجوری میتونم بگم نسخه 5 سری 3.11، نسخه 13 سری 3.10، نسخه 18 سری 3.9 و مثلا نسخه 18 سری 3.8 همکنون در دسترس هستن برای نصب. تو بخش دانلود ها بیاید، میگه آخرین نسخه که میتونید نصب بکنید و در حال حاضر داریم پایتون 3.11.5 هست. من خودم 3.11.1 استفاده میکنم. ببینید واقعا خدای فرق خاصی نداره. حتی سری 3، یعنی هم این 3.11.1 3.11.2 اینا چندان حداقل تو ظاهر چیز خاصی دیده نمیشه با ما مثلا بگیم تفاوتشون هست. اما سعی کنید نسخه بروز رو داشته باشید، در کل بهتر. میاد تو بخش دانلودز و اینجا با توجه به سیستمی که استفاده میکنید یه گزینه رو میتونید انتخاب بکنید یا نه. مثلا همینجور مستقیم بریم تو بخش دانلود ها، میتونید اینجا ورژن ها رو ببینید. اما مثلا من خودم ویندوز استفاده میکنم، روی ویندوز کلیک میکنم و اینجا تمام ریلیز های پایتون برای ویندوز رو برای من میاره که آخرین نسخه‌ای که من میتونم برای ویندوز نصب بکنم در حال حاضر همین 3.11.5 هست که منتشر شده 24 آگوست 2023 میلادیه. و در واقع همین 3.11.5 اینجا میبینید که در از طریق‌های مختلف نصبش اینجا گذاشتش، یعنی اینجا آوردن و حتی مثلا 3.12.0 هم اینجا آوردن برامون، یعنی میتونید ببینید. در حال حاضر آخرین نسخه خودشون گفتن 3.11.5 هست. بازم میگم خدای فرق خاصی نمیکنن نسخه با هم. من اینکه شما بخواید یه نسخه الان رو با نسخه خیلی قدیمی مثلا مقایسه بکنید با اون موقع، خیلی فرقشون این تفاوت فاحش هستن. اما خب به هر حال بازم میگم حداقل تو ظاهر خیلی خیلی فرق با هم دیگه نداره. اینجا الان شما گزینه مختلف دانلود دارید، مثلا برامون 3.11.5 که مثلا میبینید الان ویندوز هست ولی این عددا فرق میکنه، 32 بیت 64 بیت یا حتی اینجا هم داریم. حالا ما از کجا باید بریم؟ البته بیاین این بخش هم چک بکنیم با هم، چون من فقط برای ویندوزه. مثلا برای مک رو هم اگه بزنیم، بازم میگم کار برای مک نیستم ولی بیاید این بخش هم سر بزنیم با هم دیگه. آره الان اینجا هم میبینید که بخش مک رو آورده که شما باید با توجه به مشخصات سیستم خودتون اقدام به نصب یکی از این موارد بکنید اینجا. حالا بازم میگم چون من خودم واقعا مک تا حالا استفاده نکردم نمیتونم خیلی 100% به شما اطلاعات بدم درباره مک. ولی درباره ویندوز برای اینکه بدونید چه نسخه باید نصب بکنید باید یه نگاهی به مشخصات سیستم خودتون بکنید و الان بهتون میگم چطوری. فقط یک نکته دیگه هم جا داره اشاره بکنم بهش. اگر با سیستم یعنی ویندوز 7 یا ویندوز 8 دارید استفاده میکنید یا حتی 8 پرو هم همینطور هست، یه سری محدودیت های شاید مواجه بشید در اینجا باهاشون، که یعنی مثلا نمیتونید شاید آخرین نسخه ها رو بریزید رو در واقع ویندوز خودتون، یا شاید اصلا نکشه و اینجور داستان ها، شاید باش مواجه بشید به هر حال. و
نگران نباشید، فقط برید نسخه های قدیمی تر بگردید و از نسخه های قدیمی تر یکی انتخاب کنید. مثلا من یادم سال، یعنی اولش 1-2 سال پیش خواستم این نصب بکنم، میکرد دوستان ویندوز 8 استفاده میکرد، اون نتونست اون نسخه که من میخواستم رو ویندوز 10 بریزم و نصب بکنه رو سیستم خودش. خب رفت یک از مثلا نسخه های 2018 2019 برداشت و به راحتی نصب کرد. بازم میگم خدا وکیلی فرق خاصی نمیکنم با هم دیگه. هدف فقط یادگیریه و اون فرایند شیرین یادگیری. حالا آیدیالی رو نصب کردیم، تموم شد، خب مبارکه. بریم با هم دیگه نحوه کار با آیدیالی رو هم به صورت کامل بررسی بکنیم و ببینیم. خب شما برای باز کردن آیدیالی باید تو قسمت سرچ باکس اون پایین که کنار علامت ویندوز هست عبارت آیدیالی رو تایپ بکنید. البته اگر آی رو تایپ بکنید خود به خود آیدیالی رو برای شما میاره بالا، که وقتی مثلا من الان اینجا آیدیالی رو تایپ بکنید برای شما میاد آیدیالی مثلا پایتون 3.11 مثلا حالا 32 بیت 64 بیت و زیرش نوشته اپلیکیشن. آیدیالی رو باز میکنید یه چین صفحه برای شما باز میشه. این صفحه اول آیدیالی است. همونطور که میبینید این نسخه رو هم نوشته بالا که من مثلا دارم از چه نسخه استفاده میکنم. الان میبینید برای من 3.11.1 هست. حالا بازم فرقی نداره، ولی داشتن نسخه بروز بیشتر میچسبه. اینو که باز آیدیالی رو باز میکنید این صفحه هست. حالا اینجا در اصل محیطیه که شما میتونید عملکرد کداتون رو ببینید. یعنی کدا رو توی فایل دیگه مینویسید، از اون فایل رو سیو میکنید، اجرا میگیرید ازش و نتیجهش رو اینجا میبینید. یعنی این خط، این چی بگم، علامت پیکان که نمیتونم بگم، اشاره که اینجا میبینید، از اینجا نتیجه نمایش داده میشه برای شما. حالا چطوری فایل رو باز بکنیم و شروع به کد نوشتن بکنیم؟ باید روی این قسمت فایل کلیک کنید و اولین گزینه که برای شما میاد نیو فایل هست رو انتخاب بکنید. میتونید با کنترل N هم این کار رو انجام بدید و یک فایل رو روی سیستم باز بکنید. حالا وقتی کنترل N رو که زدید یه فایل بدون تیتر برای شما باز میشه که بالا کنار لوگوی آیدیالی بالای صفحه سمت چپ برای شما نوشته untitled، یعنی بدون تیتر، که 2 ستاره هم بغل اون عبارت هستش. شما هنوز فایل رو سیو نکردید، پس بنابراین هیچ عنوانی رو هم برای فایل، یعنی نامگذاری نکردید، اصلا فایل رو کلا نامگذاری نکردید، خاطر همون بدون تیتر هستش. و عذرخواهی میکنم، این همون محیطی است که شما اینجا کدا رو مینویسید و تو اون فایل آیدیالی که اولش با هم دیگه باز کردیم میتونید نتیجه اون کدایی که نوشتید رو بعد از سیو و اجرا ببینید. حالا اجرا گرفتن چطوریه؟ با ران هستش. قبل شما حتما باید سیو بکنید. سیو رو میتونید با کنترل S انجام بدید و بعد از اون به صورت خودکار برای شما دیسپیسی رو میاره. حالا با توجه مثلا یه محلی، یعنی هر فولدری که دوست داشته باشید میتونید در از فایل های پایتونتون اونجا بذارید. اون دیگه کاملا بستگی به شما داره. فقط برای نامگذاری فایل پایتون یک نکته هست، اینکه شما حتما باید از پسوند .پای در آخر اسم استفاده کنید تا سیستم تشخیص بده که این فایل پایتون هست. دقت کنید این .پای خیلی مهمه. شما تا قبل .پای آزادید هر اسمی که دوست دارید برای فایل بذارید. اصلا اسمشو بذار آقا رضا، هیچ فرقی نمیکنه، محدودیتی برای اسم گذاشتن نداره، ولی اون .پای رو حتما باید آخر اسم بذارید. البته اینم بگم تو همون آقا رضایی که به عنوان مثال گفتم مثلا قبل .پای استفاده کردیم، اونجا ویرگول و اینا نباید استفاده بکنید. یعنی من خودم چند بار می‌خواستم با ویرگول، یعنی یادم رفت، یعنی چند بار می‌خواستم با ویرگول مثلا اون اسمی که نوشتم ویرگول استفاده کردم، بالاخره تونستم بگم. برام ارور زد و فایل رو برام سیو نکرد، گفت اصلا با این فرمت نمیتونیم، یه اسم دیگه بذار و فلان و بهمان و اینجور داستانا. شما میتونید به راحتی این کار انجام بدید و کاستیوم تم خودتون رو بسازید. فقط باید بیاید تو قسمت آپشنز این بالا و اولین گزینه‌ای که براتون نمایش داده میشه رو، یعنی کنفیگر آیدیالی رو انتخاب بکنید. اولین گزینه از بالا. بعد باز میکنید میرید تو بخش ستینگش، مثلا اولین بار میتونید فونت رو عوض بکنید تو قسمت فونتس بالا، کاملا مشخص این یه تیکا.
تو قسمت فونت میتونید فونت انتخاب بکنید. من ترجیح دادم دست نزنم. بعد پایینش میتونید سایز فونت رو انتخاب بکنید با وارد کردن عدد. مثلا سایز فونت 10 باشه، به صورت پیش‌فرض سایز فونت 10 هستش. بعد میتونید بگید آقا بولد باشه یا نه. و بعد از اون حالا مثلا اون تغییرات رو فکر کردید دیگه بس فونت همون اوکی و اینها. کنار گزینه اوکی دومین گزینه از سمت چپ پایین اپلای رو باید بزنید تا تغییرات اعمال بشه. اگر بخواید بیاد رنگ رو هم عوض بکنید اون بالا کنار فونت هایلایت رو باید انتخاب بکنید. در اصل این کلمه هایلایت بین کیز و فونت هستش اون گزینه ها. و بعد اونجا راحت میتونید رنگ صفحه رو تغییر بدید و در اصل مثلا کاستومایز بکنید و اینها. یا مثلا بیاید رو حالت کلاسیک بذارید. حالتهای خودکار خودش هم داره و شما میتونید حتی دیگه کاستومایز اگه بخواید درست بکنید کاملا باب دل خودتون هست و اینطوری که خودتون درست کردید. بعد به کاستومایز اون اسم میذارید و دوباره همون کار اپلای رو انجام میدید. گزینه اپلای کنار اوکی رو انتخاب می‌کنید. بسیار متشکریم که در این ویدیو ما رو همراهی کردید. خواهشاً لایک و سابسکرایب یادتون نره دوستان. و اگر ویدیو براتون مفید واقع شد و پسندیدید بازم میگم لایک و سابسکرایب خواهشاً یادتون نره. و همچنین خوشحال میشم اگر برامون کامنت هم بنویسید. و اگر دوست داشتید از آخرین ویدیوهای کانال ما مطلع بشید فقط کافیه که دکمه زنگوله کنار سابسکرایب رو فعال بکنید تا هر ویدیو جدیدی که ما بارگذاری میکنیم برای شما هم در یعنی آن تایم نمایش داده بشه. بسیار ممنون، سپاسگزارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار و یار شما.